فردیناند مارکوس، آگوستو پینوشه، وویژک یاروزلسکی، سلوبدان میلاسوویچ، پی دبلیو بوتا، مردانی قدرتمند که در یک چیز اشتراک داشتند. همه آنها با مقاومت مدنی بیخشونت از قدرت کنار گذاشته شدند. چگونه اتفاق افتاد؟ زمانی اتفاق افتاد که مردم با هم دیگر در برابر قدرت سرکوبگر دست به مقاومت زدند. در فیلیپین آن را قدرت مردم نامیدند. معمولاً آن را مقاومت مدنی مینامند. سلاح بیخشونتی است که مردم معمولی آن را علیه رهبران سرکوبگر به کار میگیرند. مقاومت مدنی نیاز به مشارکت تعداد زیادی از مردم دارد، ولی در این حال تنها تعداد زیاد مردم کافی نیست. مشکل فعالیت‌های بیخشونت این است که در آنها لزومی برای نظمی شدید، آموزش، استراتژی و برنامه‌ریزی و به کارگیری افراد و سایر موارد لازم برای یک جنبش احساس نمی شود. مبارزات بی خشونت نمی تواند به طور خودجوش اتفاق بیفتد. باید سیستماتیک باشد. چگونه آغاز می شود؟ وقتی شرایط غیر قابل تحمل می شود، مردم خود را سازمان می دهند. بعضی اوقات رهبران اتحادیه ها یا گروه های حقوق بشر یا نهادهای مذهبی پیش قدم می شوند. یا همه آنها با هم دست به اقدام می زنند. مهمترین عامل در این نوع مبارزه جلب توجه دیگران است. مبارزه در گوشه‌ای که جلب توجه کسی را نکند کوششی عبث و بی حاصل است. اگر مبارزه می کنید باید تا آنجا که می توانید توجه مردم را به انگیزه و هدف خود جذب کنید. در آغاز بیمیلی و ترس و تصور بر شکست ناپذیری دشمن مشکلات اصلی هستند. در شیلی 10 سال طول کشید تا دموکراسی خواهان مخالف حکومت توانستند بر بیمیلی و ترس غلبه کنند. بسیار خوب. چگونه اعتراضات را سازمان بدهید؟ اعتراضات عمومی میتواند خیلی مؤثر باشد، ولی بخش کوچکی از مقاومت مدنی را شامل شده و تنها یکی از صدها تاکتیک است. بدون آمادگی لازم تجمع و راهپیمایی میتواند اشتباه باشد. برای پلیس سرکوب کردن چنین تظاهراتی بسیار ساده خواهد بود. چند صد و حتی چند هزار نفر در خیابانها تهدیدی برای رژیم‌های اقتدارگرا نیستند، اما تظاهرات خیابانی شما را در معرض خطر قرار می‌دهند. تا وقتی که نتوانید توده انبوهی از جمعیت را سازمان دهید، این گونه تظاهرات بی اثر بوده و شما را ساده جلوه می‌دهد. اگر تظاهرات انبوه نکنید پس چه کار کنید؟ تصمیم با شماست. انتخاب‌های شما تقریبا نامحدود است. گفتگو، بحث و برنامه‌ریزی کنید. چه باید کرد؟ کی و چرا؟ راهبرد خود را طرح‌ریزی کنید. اعتصاب و بایکوت ابزار نیرومندی هستند که تعداد زیادی از مردم می‌توانند در آن شرکت کنند بدون اینکه در معرض گاز اشک‌آور، ضرب و جرح یا بازداشت قرار بگیرند. تمام مردم می توانند در جنبش مشارکت داشته باشند. کودکان، زنان، مردان، جوانان و بزرگسالان می توانند سهم خود را ادا کنند. در آفریقای جنوبی فعالین ضد تبعیض نژادی کسب و کار سفیدها را بایکوت کردند. ده‌ها هزار نفر از مشتریان خرید از منطقه سفیدها را تحریم کردند. آنها قانونی را نشکستند و خود را در معرض آزار و ایذا قرار ندادند. ولی وقتی قدرت خرید خود را از آنها دریغ کردند، صاحبان مشاغل سفید پوست به نارضایتی آنها توجه کردند و به صورت متحدین آنها برای تغییر درآمدند. ما رهبر کاریزماتیک نداریم. شما نیازی ندارید. تنها چند جنبش مقاومت مدنی رهبران کاریزماتیکی چون گاندی و مارتین لوتر کینگ داشتند. شیلی، صربستان و ده‌ها جنبش موفق بیخشونت دیگر چنین رهبرانی نداشتند. اگر جنبش بیش از حد به یک رهبر بستگی داشته باشد، اون رهبر بازداشت شود، ممکن است جنبش از نفس بیفتد.
روش کار پلیس این بود که اول رهبری را هدف قرار دهد، ولی با ایجاد لایه‌های مختلف رهبری دست به پیشگیری زدیم. وقتی رهبری در جنبش پراکنده و ناشناخته باشد، دستگیری همه آنها امکان پذیر نیست و حتی اگر رهبران در سطوح بالا دستگیر شوند، جنبش ادامه پیدا می کند. این روش در کشور من کار نمی کند. ممکن است حق با شما باشد و استراتژی بیخشونت علیه هر رژیمی کار نکند. بسیاری از مردم در اینکه این شیوه بتواند علیه رژیم‌های بیرحم و سرکوبگر کار کند شک دارند. ولی جنبش همبستگی لهستان با وجود 70,000 نیروی شوروی در اون کشور به پیروزی رسید. شورای نظامی پینوشه شکست خورد. در آفریقای جنوبی عملیات متعدد همراه با فشار جهانی رژیم آپارتاید را وادار به مذاکره کرد. مقاومت مدنی در بسیاری از شرایط که نومید کننده به نظر می رسید به پیروزی رسید. سازماندهی‌های متعدد سبب شد که آفریقای جنوبی دگرگون شود. این سازمان‌ها به دولت فشار آوردند و در نهایت به تغییر انجام. منظور من این است که رژیم مات شد و در بنبستی گرفتار آمد که دیگر نمی‌توانست واکنشی داشته باشد. اگر رژیم دست به خشونت بزند چه باید کرد؟ تا زمانی که پلیس و نیروهای امنیتی بر اوضاع کنترل دارند انتظار خشونت داشته باشید. دشمن شما به این سادگی تسلیم نمی شود. هر چیزی که با استفاده از خشونت به دست بیاد باید با خشونت همون رو حفظ کرد. به همین دلیله که ما خشونت را قوت گروه ضعیف می‌نامیم. آنچه از طریق خشونت به دست بیاد برای نگهداری آن باید به خشونت متوسل شد. اما خشونت مخالفین را در شیلی، لهستان، صربستان و هندوستان متوقف نکرد. وقتی از زور برای مقابله با فعالیت‌های بیخشونت استفاده شود، نتایج ممکن است اون گونه که مقامات حکومتی انتظار داشتند نباشد. بزرگترین اشتباه رژیم بود که دامنه سرکوب‌ها را افزایش داد و به همین دلیل بود که دیگر سرکوب‌ها برایش کار نکرد. مانند قانون سوم عمل و عکس‌العمل نیوتن، وقتی میزان سرکوب رو بالا میبرید مقاومت نیز بیشتر میشه. اگر نتوانیم رژیم را ترغیب به عقب نشینی کنیم چه باید کرد؟ ترغیب کردن در مقاومت مدنی جایی ندارد. شما نمیتوانید به وجدان دشمن خود متوسل شوید. هدف شما باید این باشد که هزینه سرکوب را آنقدر بالا ببرید که برایش دیگر قابل تحمل نباشد. تحمیل هزینه اقتصادی یک روش موثر است. روال زندگی معمولی را مختل کنید. نشان دهید که دیگر مقامات کنترلی بر اوضاع ندارند. وقتی رهبران اعتبارشان را پیش مردم از دست بدهند، نافرمانی و مقاومت ساده تر می شود. دست انداختن و حذف کردن روش بسیار موثری است. کاری کنید که رژیم احمق و بی‌کفایت جلوه کند، ولی هر کاری که می‌خواهید بکنید به استراتژی نیاز دارید. اگر شما عملی را انجام دهید، دشمن ممکن است این کار یا اون کار را بکنه. همه این عکس‌العمل‌های او را بررسی کنید و بر مبنای آن راهکار مناسب را انتخاب کنید. چرا به 3 قدم جلوتر فکر نکنید؟ چرا از همکنون وضعیت را در 6 ماه آینده پیش بینی نکنید؟ ممکن است طول بکشد. ما نمیتوانیم منتظر باشیم. به انتخاب‌های دیگر فکر کنید. می توانید دست به اقدام مسلحانه بزنید، ولی اقدام مسلحانه به پول، آموزش و اسلحه نیاز دارد و احتمال شکست آن به مراتب بیشتر از موفقیت آن است. عده‌ای فکر می‌کنند که مقابله با خشونت به کار بردن خشونت است، اما این ایده اساساً مطرح نبود. ما حمایت لازم، ظرفیت و توانایی اجرایی آن را نداشتیم. تنها راه باقی مانده اقدامات متعدد مسالمت‌آمیز و سازماندهی جامعه بود.
می توانید به امید تحریم و مداخله سایر کشورها صبر کنید، اما نمی توانید در مورد کاری که سایرین انجام می دهند کنترلی داشته باشید. شما مردم که بیش از همه ذی‌نفع هستید می توانید تصمیم بگیرید که چه کاری باید انجام داد بدون اون که منتظر کسی دیگری بمانید. مقاومت مدنی گسترده کارنامه بسیار بهتری از اقدامات مسلحانه دارد و سازماندهی مقاومت توده‌ای میراثی دموکراتیک است که می تواند به مراتب نتایج دموکراتیک بیشتری داشته باشد. چگونه پیروز می‌شوی؟ شرایط متفاوت اما مبانی مشترکند. 3 اصل لازم را از یاد نبریم: اتحاد، برنامه‌ریزی و انضباط مبارزات بیخشونت. هیچ مبارزه بدون رعایت این 3 اصل پیروز نشده است. هیچ حاکمی نمیتواند حکومت کند اگر مردم سرپیچی کنند، به سر کار نروند، مالیات نپردازند و آنچه انتظار میرود انجام ندهند. زمانی که نیروهای امنیتی سرپیچی کنند و وفاداری آنها متزلزل شود، قدرت اقتدارگرایی دیری نخواهد پایید. اگر مردم به تعداد کافی نافرمانی و اخلال کنند، قدرت تغییر می‌کند. در وفاداری پلیس و ارتش شکاف ایجاد شده و تغییر امکان پذیر می‌شود. هدف شما این است که شکاف ایجاد کنید و از آن بهره برداری کنید. چگونه می‌توانیم بیشتر در این باره بیاموزیم؟ فرا گرفتنی ها بسیار است. با منابع این سایت که لینک به نوشته و کتاب و فیلم به زبان‌های مختلف دارد شروع کنید.